خودی بنده من از شما طلب میکنم که دعا بکنید، اولا اجر بگیرید و بعد از این دعا بکنید که یک برادری طالب علم شما ثابت قدم باشد. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی بنده را ثابت قدم نگه بدارد، از وسوسه های شیطانی، از شهوت و از این هوا و هوس الله سبحانه و تعالی نگه بدارد، از شیطان اللعین الرجیم الله سبحانه و تعالی نگه بدارد، از این دشمنان مکار، از این حیله‌گران و دشمنان مرتدین و منافقین، از این مشرکین و کافرین، از این اهل بدعت که سرسخت‌ترین دشمن ما هستند، الله ما را نگه بدارد. شب و روز در بالای ما نقشه میکشند، الله خارشان بکند. دعا بکنید که به نقشهشان نرسد و الله مکرشان را در بین خودشان اندازد و اونها را شرمنده و شرمسار بیندازد. پس دعا بکنید. این روزها روزهای سخت‌ترین است برای علمای اهل سنت. این روزها روزهای سخت‌ترین است برای طلاب اهل سنت و جماعت. این روزها روزهای سخت‌ترین است برای حق گویان، برای کسانی که پرچم توحید را میبردارند. پس دعا بکنید در این روزهای مبارک الله سبحانه و تعالی که اهل توحید را عزتمند بکند، پرچم توحید را بالا ببرد، لا اله الا الله را حاکم گرداند. دعا بکنید که دیگر باقی مانده را خوار و ضریر و گمنام گرداند. پس برادران و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم.